فدراسیای فوتبال تاجیکستان روز 26 فوریه سال 2024 از عوض شدن رهبر باشگاه مشهور فوتبال وخش شهر بختار خبر داد. بنا به اطلاع این منبع، رهبریت نو قهرمان سکرت تاجیکستان روز 26 فوریه در جلسه وسیع باشگاه فوتبال وخش در شهر بختار معرفی شد. فدراسیای فوتبال گفت زینالله شریف زاده پرزیدنت نو وخش گردید. همچنین ستاره معروف فوتبال تاجیک محسن محمدیف به جای اسرائیل شریفوف که طی 30 سال در باشگاه وخش کار کرد مدیر یا دیرکتور دسته تعیین شد. در جریان جلسه به اسرائیل شریفوف از نام فدراسیای فوتبال تاجیکستان و شهرداری بختار برای خدماتش سپاسنامه تقدیم کردند. گفته می شود رهبریت نو وخش در نزد دسته وظیفه گذاشته است که باید به لیگ عالی چمپیونات تاجیکستان برگردد و عنعنه‌های باشگاه مبارزه برای جایزه بلند و آماده کردن بازیگران برای تیم یکچین تاجیکستان را ادامه دهد. وخش که چند سال اخیر نامش را به ختلون عوض کرده بود، سال گذشته در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان زینه از همه آخرین را گرفت و از لیگ عالی خارج شد. این دسته امسال در لیگ یکم برای بازگشت به لیگ عالی تلاش خواهد کرد. چند پیش طاهرجان مومنوف مربی شناخته تاجیک بعد ترک دسته رفشن کولوب سرمربی وخش تعیین شد. زینالله شریف زاده یا صاحبوف از خانواده در دوشنبه و بختار و وادی وخش پرنفوذ صاحبوف ها از جماعت چپایف نویه جلال الدین رومی یا سابق کلخازآباد است. صاحبوف ها یگانه خانواده اند که با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 2 مرتبه قدر شدند. محمد ظاهر صاحبوف عمک زیدالله شریف زاده به فیروزه رحمان و دختر کلانی پرزیدنت ازدواج کرده است و شمسالله صاحبوف برادر زینالله شریف زاده و مالک شرکت فراز با دختر چهارم پرزیدنت رخشانه امام علی. ولی رخشانه امام علی قبلا در وزارت خارجه در مقام‌های بلند کار کرد و حالا سفیر تاجیکستان در شایگری بریتانیای کبیر می باشد. زینالله شریف زاده سالهای زیاد مدیر کل کارخانه سمنت دوشنبه بود. رهبری باشگاه ورزشی برای خانواده صاحبوف تجربه نو نیست. صاحبوف یک باشگاه بزرگ گوشتین را میچرخونند که به شرف بابای زینالله شریف زاده حاج شریف نامش کردند. اسماعیل محمد ظاهر پسر ظاهر صاحبوف حالا پرزیدنت فدراسیای گوشتین جودوی تاجیکستان است. خود زینالله صاحبوف ماه نوامبر سال 2022 پرزیدنت فدراسیای تکواندو تاجیکستان انتخاب شده بود. وخش از باشگاه قدیمترین و آوازه‌دار فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. وخش در سالهای 60 عصر 20 تأسیس یافته در دوران شوروی همراه دسته خوجند در لیگ دوم چمپیونات SSSR هنرنمایی می‌کردند. در دوران استقلال وخش 3 مرتبه سزاوار عنوان چمپیون تاجیکستان شده، 2 مرتبه جام فوتبال کشور را به دست آورد. ولی سالهای آخر وخش در حالت بحرانی قرار داشت که پایانش زینه آخرین در لیگ عالی و اخراجش به لیگ یکم شد.